ساعت حدود 3:33 شبه که مرد پریشان از خواب بیدار میشه و به فکر فرو میره که چرا هر شب همین ساعت من کابوس میبینم و از خواب میپرم. چرا ساعت تغییر نمیکنه؟ هر شب ساعت 3:32 شب مرد عصبی از خونه، از اتاق میاد بیرون، چرخی میزنه و دوباره به خونه برمیگرده. خونه‌ای که نمیذاره بخوابه، خونه‌ای که هر شب ساعت 3:33 شب اونو بیدار میکنه. انگار خونه مالمونه ولی در اصل مال یک کس دیگه. مرد نگرانه و دنبال حقیقت میگرده، حقیقتی که خواب برای اون نذاشته. همه ارواحی که تو اون خونه هستن یک صدا زمزمه میکنن که برگرد، این خونه مال توست، بیدار شو. مرد ترسیده و عصبانیت کم رنگ میشه، ترس جاشو میگیره. مرد میگرده دنبال حقیقت که حقیقت رو پیدا کنه، اما در حین گشتن حقیقت آینه ای رو میبینه توی دستشویی. آینه‌ای که میبینی تصویر خودش نیست، تصویر یکی دیگه است. راهی که داره پیدا میکنه راه خودش هست، اما پشتش یکی دیگه است. مرد میترسه و جلوی آینه وای میسته، نگاه میکنه که آیا حقیقت شاید پیدا شد. بله، حقیقت پیدا میشه. اون مرد غیر از خودش کسایی دیگری هم تو اون خونه مورد آزار و اذیت قرار داده و همین آزار و اذیت باعث شده که این مرد تبدیل به این بشه و حالا هر شب ساعت 3:33 شب به گفته همون ارواح نوبت خودشه که مورد آزار و اذیت قرار داده بشه. این مرد همون مرده کسی که باعث شده تمام افراد تو اون خونه مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و حالا نفرین شده و پس از مرگش به همون خونه بازگشته که مورد همون آزار و اذیت بشه. بله، اون مرد همونه و هر شب ساعت 3:33 شب اذیت میشه. بله، حقیقت اینه.